سلام، امیررضا مقدم‌پورم. میخوام که با یک مسئله لیت کدی رو حل کنیم با هم دیگه و اینکه راه حلمون باید بهینه باشه، کامپلکسیتیش پایین باشه. بریم که این مسئله 88 لیت کد رو با هم حل کنیم که صورت مسئله میگه به ما که قرار دو تا آرایه رو به هم مرج کنیم. آرایه ها رو ما توی نامز 1 و نامز 2 به شما تحویل میدیم که جفت آرایه ها مرتب هستن. شما در نهایت این آرایه ها رو با هم دیگه مرج کنید و طول هر کدوم از این آرایه ها رو هم داخل متغیر n و یکی هم داخل n ریخته شده که n نشون دهنده نامز 2 و نامز 1 هم طولی که آرایش داره مساویه با n. خب اگه بخوایم این مسئله رو به صورت خلاصه داشته باشیم، من اینجا از روش تو پوینتر استفاده میکنیم برای اینکه تعداد حلقه هامون کم بشه. سورت نمی کنیم تا اینکه کامپلکسیتیمون پایین باشه. من اینجا یک متغیر آی تعریف میکنم که مساویه با $m منهای 1 و یک $j تعریف میکنم به عنوان پوینتر بعدیم که داخلش n منهای 1 وجود داره. اینا رو من داخل کانت بریزم که بتونیم طول آرایه رو داشته باشیم و مقدار n رو هم کانتش رو میگیرم که به اندازه طول آرایه بتونیم پیمایش رو انجام بدیم. و در نهایت یک متغیر کلی میخوام برای اینکه بتونم کل اریمو فیل کنم. چجوری؟ کافیه که ما اینجا بنویسیم $m به اضافه $n منهای 1. اینا هم چون آرایه نیستن من کانت رو باید بردارم، حواسم نبود. طول آرایه رو خودش بهمون داده، ولیوی این متغیرها اینتیجره. خب حالا برای که بچه ها دو تا پوینتر رو مدیریت کنیم و پیمایش داشته باشیم تو آرایه، کافیه که ما یک حلقه استارت بزنیم اینجا و داخل حلقمون بگیم تا زمانی که پیمایشی هم که میخوایم انجام بدیم از انتهای آرایه است، چون آرایه‌مون مقدار خالی که داخلش فیل شده انتهاش قرار گرفته. اینجا اگه نگاه کنید توی نامز 1 از انتها ما میبینیم که 3 تا خونهش خالیه. پس ما تصمیم میگیریم که پیمایشی که میخوایم انجام بدیم رو از انتهای آرایه انجام بدیم. خب اینجا میگم که آی تا زمانی که کوچکتر مساویه با 0 بود تا زمانی که بزرگتر مساویه با 0 بود و تا زمانی که j بزرگتر مساویه با 0 بود. خب من اینجا یه مقایسه انجام میدم برای اینکه بتونیم مقادیری که پیمایش میکنیم داخل حلقه رو به صورت مرتب داشته باشیم. اینجا بنویسم $nums. نکته رو فراموش کردم بگم که ما خروجی رو باید داخل نامز برگردونیم چون بای رفرنس اینجا بهش اشاره شده. من اینجا اینو میگم تا زمانی که بزرگتر از $nums 2 بود. بیا اینو برای من پیمایش کن و $nums 1 رو اینیشیال کن با مقدار جدیدش 1 $i.
من اینجا کافیه که بگم و آی رو یکی بهش اضافه میکنم و در نهایت میگم که دلار نامز در غیر این صورت دلار نامز 1 که توش آی وجود داره اینیشیال کن با دلار نامز 2 که دلار جی داخلش قرار داره. اینجا چون اشاره‌گر من جی هست از مقدار جی کم میکنم، من میریزمش تو این. من اینم اینجا اشتباه نوشتم، اینجا آی رو ماینس میکنم چون ما از انتهای آرایمون داریم پیمایش رو انجام میدیم. و در نهایت اینجا دلار کا رو ماینس میکنیم که کل آرایمون رو فیل کنه. الان من اگر دلار نامز رو خروجی بگیرم اینت آر ببینیم خروجی چی شد. خب یک اشتباهی که اینجا من انجام دادم اینه که ما باید این مقدار رو کا در نظر میگرفتیم، چون کایی که داره کل اره منو فیل میکنه و آرایه من رو تشکیل میده. من الان کافیه که دوباره اجراش کنم. خب و تو سناریوی سوم نامز 1 رو 0 داده، نامز 2 رو 1 داده. نتیجهش این میشه که ما باید تو خروجی 1 برگردونیم، ولی خب خروجی ما شده 0. من اینجا یه حلقه دیگه می نویسم. دلار نامز 1 دلار کا مساویه با دلار نامز جی که اینجا هم کا ماینس میشه و هم دلار جی ماینس میشه. فکر میکنم تو این سناریو دیگه درست کنم. بله مسئله‌مون حل شد. تا ویدیو بعدی بدرود.